با درود فراوان، بخش دیگری از داستان حماسه کوه هماوند را از شاهنامه فردوسی برای شما می‌خوانم. قسمت قبلی تا دیدن طوس سیاوش را به خواب برای شما خواندم و الان ادامه اون را حضورتان ارائه می‌دهم. شبی داغ دل پر ز تیمار طوس، به خواب اندر آمد گه زخم کوس. چنان دید روشن روانش به خواب، که رخشنده شمعی برآمد ز آب. بر شمع رخشان یکی تخت عاج، سیاوش بر آن تخت با فر و تاج. لبان پر ز خنده زبان چرب گوی، سوی طوس کردی چو خورشید روی. یک شب خیلی هم گرم بود و طوس پر از درد و ناراحتی بود. یک خوابی دید، اینقدر این خواب را به دقیق و روشن دید که انگار در روشنایی اون را میدید. یکی تخت عاج در خواب دید که یک شمعی بر روی آن روشن است و سیاوش هم با تاج و زیبایی تمام روی تخت نشسته است. لبانش پر از خنده و چربگوی. بعد رو به سوی طوس کرد و باهاش صحبت کرد که ایرانیان را همیدر بدار، که پیروزگر باشی از کارزار. ز گودرزیان هیچ غمگین مشو، که ایدر یکی گلستان است نو. به ریز گل اندر همی می خوریم، چه دانیم کین باده تا کی خوریم. ز خواب اندر آمد شده شاد دل، ز درد و غمان گشته آزاد دل. ایرانیان را نگهداری کن که در این جنگ پیروز خواهی شد. از گودرزیان هم هیچ غمگین مشو، که یک گلستانی در پیش خواهید داشت. وقتی که از خواب بیدار شد خیلی احساس شادمانی میکرد و درد و غمایی که داشت فراموش شده بود. به گودرز گفت ای جهان پهلوان، یکی خواب دیدم به روشن روان. نگه کن که رستم چو باد دمان، بیاید بر ما زمان تا زمان. بفرمود تا برکشیدند نای، بجنبید بر کو لشکر ز جای. ببستند گردان ایران میان، برافراختند اختر کاویان. بیاورد از آن روی پیران سپاه، شد از گرد خورشید تابان سیاه. به گودرز گفت ای جان پهلوان، یک خوابی خیلی روشن و زیبایی دیدم. رستم مانند باد دمان، زمان تا زمان خودش را دارد میرساند به ما. دستور داد تا کوس جنگ را زدند و لشکر به حرکت در آمد. گردان ایران کمر بستند و اختر کاویانی را بر بالای سر گرفتند. از آن طرف هم پیران سپاه را بیاورد و انقدر گرد و خاک سپاه زیاد بود که خورشید تابان سیاه شد و ناپدید. و از آواز گردان و باران تیر، همی چشم خورشید شد خیره خیر. دو لشکر به روی اندر آورده روی، ز گردان نشد هیچ کس جنگجوی. چنین گفت هومان به پیران که جنگ، همی جست باید چه جویی درنگ. نه لشکر به دشت شکار آمده است، تن اسب‌ها زیر بار آمده است. بدو گفت پیران که تندی مکن، نه روز شتاب است و گاه سخن. از صدای آواز پهلوانان و تیرباران انقدر شدید بود که انگار خورشید دیده نمیشد. هیچ کدام از جنگجویانم پیدا نبودند و به هم حمله میکردند.
هومان به پیران گفت که چرا جنگ را با درنگ شروع میکنی؟ این لشکر که به دشت شکار و نخجیر نیامده است. بدو گفت پیران که تندی مکن، نه روز شتاب است و گاه سخن. پیران گفت عجله نکن، باید صبر کنیم ببینم چه پیش می آید. 3 تن دوست با خارمایه سپاه، برفتند بیگاه زین رزمگاه. چو شیران جنگی و ما چون رمه، که از کوهسار اندر آید دمه. همه دشت پرجوی خون یافتیم، سر نامداران نگون یافتیم. همی کوه دارند خارا و خشک، همی خار بویند اسبان چو مشک. بمان تا بر آن سنگ بریان شوند، چو بیچاره گردند بیجان شوند. میگه دیشب 3 تن با اندکی سپاهی که داشتن به ما شبیخون زدند و از اینجا رفتند، مانند شیرهای جنگی و مانند رمه گوسفندان به ما حمله کردند و همه جا پرخون شد دشت. سر نامداران و گردن کشان ما سرنگون گردید. در این کوه خارام هیچی ندارن بخورن، حتی اسباشان خار بو میکنند. انقدر بمان تا بر آن سنگ بریان شوند، وقتی که بیچاره شدن بیجان شوند، خود به خود به اثر گرسنگی. گشاده نباید که دارید راه، دو روی پس و پیش این رزمگاه. چو بی رنج دشمن به چنگ آیدت، به از 1-2 روزی درنگ آیدت. چرا جست باید همی کار و زار، طلایه بر این دشت بس 100,000. بباشیم تا دشمن از آب و نان، شود تنگ و زنهار خواهد به جان. مگر خاک گر سنگ خارا خورند، چو روزی سرایت همی جان دهند. سوی خیمه رفتند از آن رزمگاه، طلایه بیامد به پیش سپاه. میگه راه را نباید باد بگوید، پس و پیش این رزمگاه را ببندید. وقتی که بدون درد سر دشمن به چنگت می آید، 1-2 روزی درنگ مشکلی نیست. چرا باید جنگ کرد؟ طلایه بفرست بر این 100,000 نفر، 100 سوار طلایه بفرست بر این دشت که مواظب باشند. انقدر اینجا بمانیم تا دشمن از آب و نان دیگه چیزی گیرش نیاد بخوره و به تنگ آید و به امان نزد ما بیاید. مگر خار گر سنگ خارا خور، مگر خاک و سنگ میشه بخورن. چند روزی وقتی بگذرد جان میدن از گرسنگی. سوی خیمه رفتند از اون رزمگاه، به طرف خیمه های خودشان رفتند و طلایه برای نگهبانی به پیش سپاه آمد. گشادند گردان سراسر کمر، به خواب و به خوردن نهادند سر. به لشکرگاه آمد سپاهدار طوس، پر از خون دل روی چون سندروس. به گودرز گفت این سخن تیره گشت، سر بخت ایرانیان خیره گشت. همه گرد برگرد ما لشکر است، خور بارگی خارگر خاور است. کمرها را باز کردند و به استراحت و خوردن نشستند تورانیان. بعد از این بر که طوس هم به لشکرگاه آمد پر از خون دل بود و صورتش هم سیاه شده بود از ناراحتی. به گودرز گفت این سخن ما داره به تیرگی میرسه، سر بخت ایرانیان هم به بیچارگی رسیده است. تمام گرداگرد ما لشکر گرفته است، چه باید کرد که از اینجا راه فراری باشد؟ سپه را خورش پس فراوان نماند، جز از گرز و شمشیر درمان نماند. به شبگیر شمشیرها برکشیم، همه دامن کوه لشکر کشیم. اگر اختر نیک یاری دهد، بر ایشان مرا کامگاری دهد. و ریدون کجا داور آسمان،
به شمشیر بر ما سر آرد زمان. ز بخش جهان آفرین بیش و کم نباشد مپیمای بر خیره دم. مرا مرگ خوشتر به نام بلند از این زیستن با هراس و گزند. بر این برنهادند یکسر سخن که سالار نیک اختر افکند بن. میگه برای سپاه ما غذای زیادی نمانده است، جز از گرز و شمشیر هم درمانی نداریم. فردا صبح که شد شمشیرها را برکشیم و به پای کوه میریم و اگر بخت یاری دهد ما را شاید کامگاری به دست بیاوریم. و اگرم داور دادگر و خداوند آسمان ببینم چه میخواد برای من. آیا شمشیر بر ما سر آرد زمان، زندگی ما به پایان میرسد؟ مرا مرگ خوشتر به من مرگ را از نام بلند بهتر میبینم از این زندگی کردن با هراس و ترس. و سخن را به اینجا به پایان رساندند که فردا چه پیش می آید. این قسمت هم به پایان رسید.